يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ندای الله بر انسانیت. برنامه 5. ای مردم، از جانب پروردگارتان بر شما حجت آمد و برای شما نور آشکار نازل کردیم، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم چون حجت و قرآن چون نور برایمان نازل شد. اما آنان را که به الله ایمان آوردند و به او نزدیکی جستند، به آستان فضل و رحمت خویش درآورد و بر راه راست هدایت کند. سوره نساء آیت 174 و 175. راهنمایی از این آیت ها: منتگذاری الله بر انسانیت که بر آنها رسول فرستاده و کتاب آشکار نازل کرده است. دوم، منتگذاری صفت خاصی الهی است. از این سبب بر انسانیت حرام است منتگذاری کردن. سوم، خبر الله بزرگ بر این که عقل به تنهایی برای نجات یافتن در شریعت کافی نیست، بلکه باید به دو چیز دیگر نیز چنگ زد، یعنی حرکت کرد: به پیروی از رسولش و کوشش و نزدیکی کردن به کتابش. چهارم، پیروی از رسول و نزدیکی به قرآن سبب اساسی رحمت و مغفرت و هدایت الله را به دست آوردن است. شما درس 5 ندای الله بر انسانیت را شنیدید. به شبکه ما ابونه شوید و این نوار را به نزدیکانتان، به دوستانتان، به برادرانتان فرستید. الله از هر یک شما راضی باشد.